توی دل من همیشه نام وطن است. اوراد زبان من کلام وطن است. من واصف عشق وطن محبوبم. فهرست کتاب من مرام وطن است. بله، هر لحظه نام وطن محبوب ورد زبان ها و همیشه وصف عشق بیکنارش در فهرست قلب ها جایگزین است. دیار بهشت آسای مهرآفرین ما تاجیکستان طبیعت ناتکرار و دلفریب دارد و تن و جان ها را حلاوت بخش است. آب و خاک گوهرریزش هزارها بزرگان را به عالم داده و الهام بخش فرزندان با هنرش است. اینک چند فرصت دیگر باقی است که بهار عالم افروز به این سرزمین گوهرریز در رسد و دشت و دمن گلپوش و عطرآگین گشته عندلیبانش نغمه پردازی نمایند. و در این ایام بیداری طبیعت بهر مردمان زیبای آفر این دیار پیام آورده ایم. از اجاز یک نفر فرزند بلبل‌آوای هنرمند و امیدواریم که این هدیه زمینی ما چون آمد بهار نازنین در نوار خاطره هایتان جاودانه سبز اندر سبز خواهد ماند. این نفر هنرپیشه خلقی تاجیکستان جوربک نبیف می باشند. با مقصد صحبت آراستن با این مرد هنر راه سوی منزلش پیش گرفتیم. جوربک نبیف آوازخوان، هنرپیشه خلقی تاجیکستان، آموزگار دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов، دارنده شاه جایزه قرطه طلایی. مخلصان عزیز شام دیدار، این لحظه ما در مهمانی هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان استاد جوربک نبیف قرار داریم، یعنی در دهه غولک‌انداز ناحیه جبار رسولوف در منزلی که استاد زندگی میکنند و امیدوار آن هستیم که این دیدار ما با استاد خاطرمان و برای مخلصان صنعت اصیل یک ارمغان خوب خواهد شد. خب استاد، چون شما در کنار میدان‌های سردال و درخت و باغ‌های سبز اندر سبز به کمال رسیده اید، فکر میکنیم که شاید محض انا همین طبیعت و نوای بلبلکان خوشنوا باعث شده که شما به جاده هنر رفتید و محض انا همین صنعت سرایندگی در دل شما جایگزین شد و عموما میخواستیم در ابتدا دانیم که سببکاری به عالم هنر پیوستن شما کی بود؟ چی بود؟ چی میگویید در این بابت؟ من اولا منتداری بی پایان به شما ایثار میکنم که در چنین روزی مبارک برای ما، برای اهل خاندان ما شما تشریف آوردید. سلامت باشید. 5-6 سال بودم با همین به صنعت بسیار دل بستگی خیلی چقدر داشتم. با مادر عزیزم که تنها مادرم و من بودم، دیگر فرزند برادر و خواهر خیلی من ندارم، یک فرزند من. دائم التماس میکردم به بازار من یک داره چای میده خریده بیاد و برای من. مادرم خریده میامده. همین من دور نوازی را اول دوست می داشتم. بدتر همین
وقتا رادیوها اینقدر تشکل نیافتگی بود. خیلی سیم کتی می آورده یک کرنه سیاه کاغذین بود. بسیار سرودهای گوش میکردم، لیکن همین در صنف سوم چهارم بوده که من یک دفتری سرود داشتم، یک چند سرودها داشتم، لیکن بسیار من شرمین بودم. دوران وقت به خانه خلوت در آمده همین سرودخوانی میکردم و یکم کس نشان نمیدادم. اصلا همین صنعتی سرایندگی بسیار به من پسند آمد، بسیار محبت زیاد هده کرد. بعد صنف هشتم میخوندیم و اون دوره ها مکتب ما 10 ساله بود و در دیها 4 مکتب 7 ساله بود. همین طلبگانی که هفتم تمام کرد به مکتب ما صنف هشتم نهم دهم خوانده اونجا میرفتن. از یک مکتب 7 ساله بچه ها رفت، یکتاش بسیار آواز خوب داشت، بسیار سرود میخوند. همین در کنسرت هایی که در مکتب میگذشت سرودخوانی کنن همه لال و حیران میشده و آواز همه خیلی فورم بود. با من هم همه خیلی موقع شد. خیلی وقت بسیار جوری نقش شدیم، هم نفس شدیم، همراه سرود میخوانده شدیم. هم سین و سال شما بودن نه؟ ها بله. هم برابر صنف میخوندیم، هشتم صنف میخوندیم، هم برابر بودیم. اون وقتا اون دوره ها بعضی کلانسال هم به مکتب دیرتر میرفتن، کلانسال شده. خیلی سرودخوانی کرده گشتیم. باز ذوق و شوقم زیادتر شد به همین سرایندگی. همراه بعد اینستیتوت پداگوژی به شهر خوجند رفتیم برای در آمدن داخل شدن. افسوس که من داخل شدم و داخل نشدم. یعنی سببگوری به عالم هنر آمدن شما محض همین دوستتان شده؟ بله بله، نامش عزیز مراد بود. خب استاد، هم وقتی که مهر محبت سند علیه به شما در دل شما جای شد، خب در یادتان هست که نخستین ترانه‌ای که شما خودتان سروده بودید در ایام بچگی کدام بود؟ کدام سرود اولینتان در یادتان هست استاد؟ بله در یاد دارم. کدام سرود بود؟ سرود ازبکی بود. dedim avara buldum, dedim avara buldum. Ya Rabbil may dur hanıza. اینجا که دیها اساسا ازبک زبان ها زندگی میکنن. همین سرود در کجا یک اولین مراتب شما اجرا کردید استاد؟ همینه. اولین سرودتونه؟ اول در مکتب، در صحنه مکتب. بعد سال 1956 آزمون ها میشد. هر 2 سال 3 سال بهم 4 سال بهم. اون وقتا من خودی که آزمون بستان بود که بستان بریم بود، نامش المپیاده میگفتم ویا. بعد اول از دیها، بعد اجرا کننده های برایان غالبانی یعنی المپیاده برایان میفرستاندن. بعد از رایان گذارید به ولایت، از ولایت گذارید به جمهوری و پایتخت میرفت. هم وقت 56 اولین بار از اینجا گذشتیم و ما دو کزه همون سرود را که صحنه کلامبو یکم بار برآمدم، صحنه رایان نهویه بود. همه باور کنید اگر هم تو سرود سر شد نفسم درون به غلطی از هیجان. از هیجان اولین بار به صحنه بلند برآمدیم. خیریت که ما دو نفر نباشد نمیدونم من چیکار میکردم.
تا یک کوپلت من آوازم نبرم نفسم هم نبرم همین خیلی شده مادم خیلی سر دلیرتر بود دوستی من بعد با همراه شده خواندیم خیلی به ولایت گذاشتیم به ولایت رفتیم به جمهوری هم گذاشتیم من که تنها فرزند بودم مادرم راضی نشدن سلامت باشید استاد وقتی که همین اولین مشق‌های سرودخوانی میکردید در همان زمان در زمان بچگی استادتون هم بودن یا شما خودآموز بودید؟ البته کیها بودند اونا؟ اون وقت همین در مکتب کروژوک خود فعالیت داشت اونجا یک استاد ما خدا رحمت کند استاد آتا بابای بودن اون کس در اینجا زندگی میکردن اصلشان بعد من فهمیدم که تکشان از خوجند بوده سو بسیار تنبور نواز دوتار نواز غیجه نواز هم سرود میخواندن بسیار استاد بزرگ بودن جانشان جنت شود البته به استاد خود آموزی کردن ممکن لیکن تربیه استاد در از مکتب استادان گذشتن البته از مکتب استادان بهره‌مند شدن تماما دیگر چیزی سلامت باشید استاد اینجا شما یک اشاره کردید که بعداً با دانشکده پداگوژی همون وقت به نام کیرف شهر خوجند داخل شدید کسب اساسی شما آموزگاری است معلمی است استاد خب میخواستیم دونیم که با وجود اون که به صنعت همینقدر مهر داشتید از کودکی چی شد که شما مثلا با دانشکده آموزگاری داخل شدید نه یگان مؤسسه های عالی فرهنگ یا خود صنعت؟ بله این سوال بجا همون دوره ها اکنون به اندیشه من البته مردم بسیار صنعتکار رو دوست میدونن صنعت دوست میدونن سرود دوست میدونن آهنگ و موسیقی دوست میدونن لیکن با خودی صنعتکار اینقدر مردم ما اخلاصی بلند نداشتن این در زمان شما در زمان کودکی من بعد همه اگر باور کنید همه سالهای 60 عصر گذشته به صنعتکار دخترشون رو نمیدادن باور کنید چون که با اونها باورشون نبود که اینها یا آدمای بیقرارن در یک جا نمی ایستن در محبت هم همه خیلی استوار نیستن و خیال میکردن بلحواس از همین سبب شما خواستید که یک کسب انیق دائمی هم داشته باشید برای همون البته اما مادر منم راضی نمیشد اگر من با آموزگاه موسیقی خیلی در شهر ما یک آلگاه صنعت نبود حاضر اکنون من فکلتیت پیدا شدگی پدر مادر بچه ها راضی نمیشد این چیز بگی این چند ساله که سرود خواندم میکنم یا که نوازندگی کردم ممکن آموزگاری این یک عمر یک کسب هستن کسب زندگی اکنون برای مردم اما برای همه من یکم کورس میخواندم یک نیم سال خوانده پرتافتم همه با مسئولیت همون دوستم و که تئاتر به درآمدگی بود بیاگم همه تئاتر ناز بود از تئاتر به کار میکنی همه 10 سال خوانده درس تیار کرده با 5 سال میخوانی درس تیار میکنی با آموزگار شوی با هم درس تیار میکنی بعد مادرم به من شرط ماند من پرتافت آمدم با مادرم سختگیر بودم به تو دو راه گفتن یا رفته همه خواندنت دوام بیستی یا کاغذ برآمده کار میکنی دیگر راه نیست بود بعد گشتم مجبور با گشت رفته خواندنم دوام دادم در اونجا برآمد ها میکردیم صنعت اساسی مسئولیت من یعنی شوق و ذوقتون بیشتر به صنعت بود همین فقط سرود خوانی میکردم همینجا تشکر استاد ابتدای فعالیت شما بعد ختم انوین دانشکده از تئاتر دولتی مسابقه موسیقی به نام پوشکین آن وقت امروزه کمال خوجندی سرچشمه میگیرد البته آغاز هر یک کار دشواری دارد برد و باخت ها دارد و میخواستیم
در همین بابت اندیشه هایتان شنیده باشیم. بله من که بسیار مردم در برآمد میکردم در صحنه فاکولتیت ها اینستیتوت در شهرم کمتر معلوم مشهور شده ماندیم کمتر اگم به قدری حال بعد من با تئاتر دعوت کردم من پنجم کورس میخوندم و هم در تئاتر کار میکردم کار میکردیم مادرتان خبر داشته یا نه؟ خبر البته خبر روزگی دادن به هر سال مادرم همیشه گفت که همه اینستیتوت تمام میکنه بعد در کجایی که خواهی کار کن بعد همه من راضی شدم یعنی معلوماتتان میخواستن که عالی باشه بله یک صاحب یک کسب باشم بعد چیکار کنی همه اختیار خدا هست همه نصیب بود است لیکن نهایت شبخم بلند بود باور نمیکنم تا من شب روز سرود میخوندم همین دیلی همه بچه ها هم زدگی بودم در وقت امتحان کمتر مام بود درس هم کنم میگفتم من تا همین درجه دوست می داشتم حافظی ها خیلی این طرفش با تقدیر من با تئاتر موسیقی مثلا که شهر پیوسته شد واقعا هم محبت بزرگ شما به صنعت بود که امروز تو درجه هنرمند مردمی تاجیکستان رسیده بشید. جوربک نبیف سراینده خوش‌آواز و خوش سلیقه است که در جاده هنر اسلوب خاص خود را دارد و آوازش خیلی فارم و شیره‌دار است. سرودهای عادی و خیلی مرکب را با مهارت بلند لیریکی می سراید. او در سراییدن ترانه‌های کلاسیکی به همتاست. خب در تئاتر بجز آنکه مثلا همچون سراینده شما فعالیت میکردید همچنین در نمایشنامه‌های کلاسیکی تا جای ما خبر داریم به حیث اکتور هم شما را دعوت کرده بودند. بله همون نقش هایی که شما بازی کردید اجرا کردید در خاطرتان هست استاد کدام؟ در خاطرم هست. من اینقدر زیاد نیست برای هم مهارت اکتور سنجیدن اکنون همین رژیسور تئاترمان مرا یک سرودی ناتمام نام سپیکتاکل بود بسیار بلندسویه نوشته بود که زور بود عبدالسلام عطابایف در باره رابعه بلخی در اونجا در درگاه حافظ میشه من رول همون حافظ را حافظی درگاه را بازی کرده بودم نمیدونم چه خیلی بازی کردم نمیدونم لیکن اساسا اونجا سرودش بسیار بود از بس که شما سرایندگی میکردید و همین نقش شما انتخاب کردن بعد همون یک درامای رحیم جلیبی داره اونجا درباره همین بزرگان خوجند درباره همین رول صادق حافظ را بازی کرده بودم اگرچنده که نقشای شما انگشت شمار هم بودن به هر حال نقشی که از شما سراییدن سرودهای طلب میکرد اجرا میکردید و فکر میکنم در خاطر مردم باقی مانده است ممکن و استاد در همین جا شما از وظیفه حافظ یکخان تا به حیث سروری همین تئاتر همین مؤسسه رسیدید و میخواستم از همون دوران سروری همین تئاتر بودنتان برای ما قصه کنید. سالان طولانی حافظی کردن کاری بسیار دشوار. بله. دائم مقبول مردم شدن این خیلی دشوار. دائم در احترام مردم بودن دائم مخلص داشتن این مقرری نه البته برای همین من در ما هم خیلی بود که 25 سال کار کنی اگر همچون آوازخوان نوازنده های نفسی ما خواهان اگر بعد 25 سال به نفقه برآمدنش بکنید من همون 25 سال که کار کردم بعد به نفقه برآمدم این سال 89 بود بعد من تحلیف کردن که همه راهبری کنید من راستی گفت برای اینکه راهبری من تولد شدگیم نه خیلی نصیب بود از راهبری قبول کردم
نمیدونم که چقدر توانستم نتوانستم. به هر حال چند مدت راهبر تئاتر بود؟ 3 سال. خب استاد اکنون میگذاریم به پهلوی آن که شما شاگردان زیاد رو هم تربیت کرده اید و ما میدونیم که شما نه یک دو نفر بلکه ده ها نفر شاگردان رو تربیت کرده اید و رسالت هنرمند اصیل هم همین است که مثلا خود از استاد می آموزد و آنچه که آموخت باز به شاگردان باید بیاموزاند. خب در جاده قانون حیات، بله، در جاده تربیت شاگردان تا چند اندازه از خود قناعتمند هستید استاد؟ این سوال بسیار مشکل تر چون که بعض شاگردا استعداد خوب دارن، آواز خوب دارن، لیکن تنبل کار نمیکنن، از بالای ایجادیات خودش کار نمیکنن. بعضیش از استعدادش پستر یا آوازش اینقدر فارم نه، یکی حرکتش بسیاره. 10 سال پیش واقعی ما شما سوال داده بودید در باره شش مقام سوال دادید و خیلی همین خیلی حافظه خوب شدم ممکن در سرایدن سرودهای شش مقام و سرودهای سنتی همه جانده. بعد همه شما من کافت و کاف کرده از کتاب یک بیتی گفتم، کتاب محمد اقبال بود و با پنجشنبه روام 100 غزل دیگر کتابش برآمده بود است، همه رو آمده خواندم و یک بیت زور یافتم گوید. از این بعد همه جان سوال همه سوالاتی من همه میگم گفتم. اونجا گفته است که نوازی پرده غیب است ای مقام شناس، نه از گلوی غزل خوان، نه از رگی ساز است. همه سوالات همه جواب که شاگردا بسیار، لیکن این طرفش خدا چقدر داده باشد وابسته به فیض الهی خود آنها، بله، از کوشش و زحمت آنها وابسته. استاد یادآور شدید که شما به حیث آموزگار در دانشگاه دولتی خوجند فعالیت میبرید. اینجا از کدام رویه به هنرمندان به شاگردان درس میگویید؟ البته از هنر خودم سرایندگی، لیکن من با معلمای سرود خوانندگی، یعنی تکمیل اختصاص. همچون تکمیل اختصاص. بله ها، همچون. اگر بعضی بسیار چیزا هست، مثلا اگری مثلا سرودهای صادرخان حافظ و خودش آنقدر زیاد ماندگیش نیست از صادرخان حافظ، همه شده یک 15 سرودشان یک کتاب کرده به نوتا گرفته، هم سالهای 49 همچون برای گم نشدنش چاپ کردگی هستن. لیکن و خطاهای اون دوره یک تا دو تا باشد هست، دیگر ثبت نبود، این خیلی ثبت رادیو نبود، همون آواز صادرخان قطعی نمیشنویم ما. برای همه چیزها اکنون نمیدونم در تاجیکستان از من زیادتر میدانستی که سرودهای صادرخانه نیست بکنم. همه آموختگی ها بعد از من خواندگی آموخته شاگردان خوان شده همونه. همه ها بعد بغیر از این 6 مقام داریم، 4 مقام وادی داریم. همه اونجا بغیر از اثرهای 6 مقام 4 مقام بیات دارد، 2 گاه دارد، 4 گاه دارد، شهناز گلوی آرد، 4 تا مقامشه. همین چیزها رو کم آدم ها میدونن، همشه پره نمیدونن. من شما همچون داننده همون چیزهای ما مقصد ما همون بازآموزی آموزگارا میکنه آموخته، بعد همون ما ثبت کرده میمانده. نیت ما همه که آینده برای شاگردان در کار شود استفاده میبرن. نیت نیک. سلامت باشید استاد. اکنون برمیگردیم به همان تشکیل انسامبل دردانه در نزد تلویزیون ولایت سوخت. ترانه و رقص دردانه. انسامبل ترانه و رقص دردانه. خب چند مدت این انسامبل فعالیت کرد و تقدیری بعد آن چی شد استاد؟
به من تکلیف کردن که در نزد اداره سودای صنعت انسامبل تشکیل کنید. سال 92 بود. همونجا انسامبل تشکیل کردیم. اکنون با البته حساب خودشان باید تامین میکنن اما آقاشو تعیین کردن. وقتی که به نزد رادیو تلویزیون و ولایت گذشت سال 94 بود. قریب تا 2000 فعالیت داشت. سبب بسیار انسامبل و نقش شده بود. بسیار برای من اونجا بودجه پول داده بودن. اکنون صنعت ایجادکاران به همین چیز محتاج. دستگیری مادی باید همه وقت. البته مادی همه دستگیری نباشد ایجاد نمیشد. در انسامبل هم گروهی رقصی هم بود و با خواهر شما بسیار انسامبل بقوت شده بود. هم با حافظهای و نوازنده های البته سرجم کرده با تابع خودم چین تکلیف کرده گلچین کرده بودم. افسوس که 96 به پول ها بی‌قرب شده برای کارکنان معاش دادن به حالت ما نمان برای همه. یعنی مشکلات اقتصادی پیش آمد. بله. جورابек نبیев سفرهای زیادی هنری انجام داده است. از صنعت والای این هنرمند ناتکرار مخلصان بسیار مملکت‌های خارجه چون هندوستان و پاکستان، افغانستان و ایران، یمن و اکثر جماهیر شوروی بهره‌یاب گشته به هنر والایش کف گفتند. بخوام فکر میکنم که در ادامه صحبت خوب میشد که از استاد باز یک ترانه بشنویم. مرحبا. فرخ سوای آن که تو در وی نظر کنی فیروز روزی آن که تو در وی گذر کنی آزاد بنده ای که بود در رکاب تو خرم ولایتی که تو آنجا سفر کنی خرم ولایتی که تو آنجا سفر کنی دیگر نبات را نخرد مشتری بهی دیگر نبات را نخرد مشتری بهیش یک بار اگر تبسمی همچون شکر کنی یک بار اگر تبسمی همچون شکر کنی
همین در جلوه هنر کنون هنرمندان رو شما هم قدم و هم نفس و هم فکر و هم مسلک خود میدانید که با هم همین راهی پرپیچ‌وتاب صنعت طی کردگی هستید. ما با همین جوربک مرادف دیگر فاکولتیت میخوندیم لیکن شب و روز ما همراه بودیم. همراه سرودخوانی میکردیم. با توی به کنسرت می رویم همراه برآمد میکردیم. بسیار دوستی نزدیک. من همه خانه و ها کمتر دورتر کنم اینی به من اونجا رفته که همون دوره استودیم بردگی من بسیارتر روزهای شنبه خانه بیام گرفته میامدم بسیارتر مادر میگفت همه خیلی با همدیگر با هم استاد هم شاگرد با همدیگر همون دیگر دیده ما چنانکه که قاضی میگن رقابتی ایجادی ما داشته با همدیگر ما همه خیال میکنم همه رقابت نباشه آدم نمیسازه دل پاکته و یک چیز نو میخورد من با حرکت میکنم یک چیز نو تیار کنم همه خیلی اساسا همون جوربک خطی ما بسیار دوستی نزدیک با هم کلام شدیم بعد از من تئاتر رفتنم اورنبگ آمد اورنبگ همدموف بعد ختم دانشگاه بعد بابا جان شمسی آمد کرامت حاجی بر آمد همون دوره ها اکنون اینها با خلق مشهور بودن البته حافظی خوب کردن خدمت کردن مردم حافظی نقص بودن اساسا اکنون من در خوجند که زندگی کردم از حافظان در پایتخت بودگی هم دوستا داریم البته هم کار میکنیم. تشکر زیاد استاد. البته اون زحمت هایی که شما در جاده رشد صنعت عنعنوی به سامان رسانیدید به پاداش نماندند و امروز شما البته از طرف دولت و حکومت قدرشناسی شده بارها و بهترین هدیه بهترین عنوان برای شما این هنرمند مردمی بودن است. البته میگویند که نوابسته از آن که مثلا هنرمند چقدر عنوانهای بلند را به دست می آورد صاحب می شود، لیکن برای هنرمند اصیل
بهترین هدیه این همون توجه مخلصانش باقی میموند. یعنی که اگر سرودهای و در دل مخلصان باقی مونند. خب اندیشه شما در همین مورد چی است؟ یا برای شما هم پیش از همه مخلصانتان بهترین هدیه هستند؟ البته همه گپتون حق. شما هزارها قوت به قوت عنوان داشته باشید و اگر پسند مردم پسند نکنند این هیچی نه. اساسا همین نظر خلق نظر کند و دیگر چیز البته. لیکن یک چیز است، اگر شما پسند خلق نباشید و همون عنوان هم شما نمیزید بعد اگر لباسی بیزی به پشتگی برای این گفته من همه خیش میکنم. لیکن یک چیز هست، این اعتراف حکومت دیگر چیز. اولاد گوییم یک اولاد گفتم ما روسی به پکلی نمیگم. مثلا هم زمانان دیگر شده میشد. مثلا من 20 سال حافظ باشم، همون دوره همون جوان ها تا 20-30 ساله سرودی من اگر پسند کرده باشن آهسته آهسته و بعد از 20 سال 50 میدونن 60 میدونن. علاقه دیگر همزمان ها نسل دیگر پیدا میشه. نسل دیگر پیدا میشه و خودش حافظ شه، خودش شاعر شه یا دیگر کار شه. هم اعتراف مردم باشد و هم اعتراف حکومت باشد. این نور البته. солҳои 80 асри гузашта дар қаламрави иттиҳоди шӯравӣ ширкати мусиқии мелодия фаъолият дошт ва он дар шаҳрҳои Москва, Ленинград, Тбилиси, Тошкент, Рига, Алмато, Таллин ва Вилнюс студияи сабти овози худро дошт ва қартаҳои таронаҳои ҳофизони машҳури замонро нашр мекард ва ҳар сарояндае ки қартаи сурудҳояш беш аз 1 миллион адад ба фурӯш мерафт, ба ӯ қартаи тиллоӣ тақдим мекарданд ва ҳамин гуна ҷоиза насиби қаҳрамони мо ҳам гашта буд. агар дар бораи эҷодиётатон ҳарф занем, шумо муаллифи бештар аз 200 таронаҳои тоҷикиву ӯзбекӣ ҳастед. ҳар кадом барои шумо чун андатон азиз ҳастанд. бештар дар эҷоди онҳо шумо ба матн аҳамияти махсус медиҳед ва маҳз ҳамин ҳам ҳаст ки дар дилу дидаи мардум ин таронаҳо ҷойгузин шудаанд ва то дер дар хотирашон мемонанд. дар бораи эҷоди ҳамин таронаҳоятон андешаҳоятонро баён мекардед? ҳамин эҷодиётам ба давраҳо тақсим мешудааст. давраҳои ҷавонӣ ҳаст که عشق محبت را بیشتر ترنم میکنید. بعد سرودهای کلاسیک هست، آنها رو آموختن در کار، پیشکشی مردم کردن در کار. سراینده نقش شدن ممکن همین اثرهای چشم مقام یا سرودهای سنتی را نقش خوب خوانده مقبول مردم شدن ممکن. لیکن در ایجادیات در فعالیت هر یک ایجادکار این ایجادکاری خودش، یعنی اسلوب خودش، مکتب خودش، روشی البته باید باشد. این نباشد این و مردم پسند نمیبیاد، تا مشهور نمیشید با مردم. هم با حرکت میکردم. من میخواستم از جوانی من در دوره های دانشگاه خوانده گشتیم میخواستم که همه سرودهای خودم باشد. خیلی اینها می آموختم. حالی هم می آموزم اگر سرودی که معقول باشد از شش مقام دیگر. لیکن ایجادیات خودتان دیگر چیز. مثلا شما باور میکنید یعنی من یک چیز از من ماند گفته من این خیال آردگی ما نه. من فقط میخواستم که سرود خود داشته باشم و همین کس را مجبور میکند که به ایجادکاری همون اولین سرودی ایجاد کردگیم. من 4م کورس میخواندم، اولین من ایجاد کرده بودم. همونه میخواستم ده همینه. بعد البته سرودهای بسیارتر عشقی محبت گفتم که بعد اندرس های نصیحت و فهم و نصیحت و میخواد. اگه سن سال ما که به جا رسید بسیارتر چیزهای فیلسوفانه خوانم. همون سخنها به سن سال منم
موافقت میکند. استاد از همون ترانه های ایجادی خودتان، یعنی ایجادیات خودتان یادآور شدید، ما میتوانیم این لحظه مثلا از شما یگان ترانه، بله، یگان سرودهایی که مال خود شما هستند در دوران جوانی ایجاد شدن یا بعدا شنیده باشید؟ بیاین ایام جوانیتان به خاطر میاره و یک پاره از همین ترانه هایی که در دوران جوانیتان میخواندید همون میخوانید برای ما. اولین سرود همه یکمین ایجاد کردگیم انستیتوت پداگوژی شهر دوشنبه کده. انستیتوت ما و یکتا بود، گازیتاش یکتا بود. پداگوژی جوان گفته گازیتا میبرم. همون انداخته بودم. در اونجا یک شعر بود از یک استودنت نوشته گویم. جنید الله کریمی گفته که همون من اول امتحان اترام مونده همون کانده گرفتم اول. همون من سرود کردگی. آرزو دارم تو را یک دم ببینم دلبرم، با تو یک دم در چمن زاری نشینم دلبرم. همین بود دیگرش یادم بنید. سلامت باشید استاد. استاد، سبب ایجاد بعضی از سرودها یگان حادثه یا واقعه می شود. هستند یگان حادثه و یا واقعه سببگار می شود. هستند هم ترانه ها در ایجادیات شما؟ در اساس یگان واقعه، مثلا یگان چیز رو دیدید شما استاد به شما پسند آمد یا یگان حالت بله روانی به شما تاثیر کرد، یعنی همون سرود ایجاد شد؟ بله هست. کدام سرود؟ لیکن ما نگم. هست البته. ما فکر می‌کنم سیر است. یگان دختری زیبا در وقتش هم استاد دیده ها. یک ترانه بسیار زیبایتان هست. مایده بافی کرد مادر، شسته تاری کاکولاد. همین چگونه ایجاد شده است این سرود؟ این را با جشن میرزا ترسوزاده جشن میگرفتگی شدن. افسوس که خودشم گذاشته بودن همجا. سال خیالم 81 بود. با مناسبت همه جشن استاد تهیار کرده بودن. یک شعرشان هست، به تو تنهایی کشیدم، درد من بالا گرفت. همون شما گفتگی چیز همه خیلی من نمیشم ساعت 4 شب خوابم خستم ایجاد کرده من. همین خیال من همون بود در. سلامت باشید استاد. جاید فکر میکنم فرصتی شنیدنی باز یک ترانه دیگر فرا رسید. چرا نه؟ مرحمت. مهی من علم به عالم شده ای به دل روایی، مهی من به عالم شده ای به دل روایی، همدم چو سرمه دارم
زی تو چشم آشنایی با فسونی غر کردی زی منی سرم جدایی پس از این به هر سری ره منو عرضی بی نوایی بکنم دعای جانت به بهانه گدایی تو که همچو شمع داری رخ انجمن فروزی زی غمی تو عمرها شد با دلم فتاده سوزی بینشیندمی که ظاهر بکنم با تو رموزی همه شب در این خیالم برسم به وصل روزی همه روز در امیدی که شبی به خوابم آیی با جهانز خوب رویان غمی بی عدد کشیدم زی پی جفای هر یک می امتحان چشیدم همه جا چون مهری گردم من خسته دل رسیدم زی وفا به غیر نامی نشنیدم و ندیدم زی بوتان منان چی دیدم همه عمر بی وفایی زی وفا به غیر نامی نشنیدم و ندیدم زی بوتان منان چی دیدم همه عمر بی وفایی همه عمر بی وفایی سرایندگانی هم هستند که سرودهای شما را میخوانند استاد. خب شما با این چه نظر دارید؟ به من معقول اگر نقد کند. البته حالا چنانی که بانو گفتن همچون فرزند همچون میوه انسان البته این هم یک میوه بنه میوه شما پخته رساندگی چشم البته شما خرسند میشید. منم خرسند میشم که از ایجاداتی من توجه کرده میخواند پیروی میکند. این برای ایجادکار البته این وقتی کلان اگر نخواند این خدا نگه دارد نخواند هیچ کس به پسند نامده گشته این پسند آید و خواند. اگر خیلی بعضی ها سوستر میخوانند بعضی ها
همون سروده به جایش رسانده میخوانند. اگر از ما گذرانده خوانم با خرسندتر میشدم. سلامت باشید. خب استاد آینده این صنعت ملی تاجیک را شما چگونه میبینید؟ البته حیات که دوام دارد این هر یک هنر همه هنرها هم صنعت البته رشد می‌یابد. چون که من همون در وقتی دانشگاه خواندم یک چیز یک فیلسوفی گفتگی درس بود. همونجا من یک چیز یادم بماندگی ده همه اونجا گفتگی که یک قانون حیات این کهنه بردن میگیره نه پیداش نمیگیره نه نسبت به کهنه یک چند درجه خوبتر بهتر میشه. البته امیدم کلان فقط اون یک نیتم هم مردم بیشتر به سخن اهمیت دیدن با متن سرود با متن اساسا ما همچون آموزگار از صحنه درس میتیم برای معرفت مردم برداشتن. مردم از من همین خیلی بزرگا ما گذاشته ای که در دنیا نیست. این خیلی خصوصا من غزل ها رو در نظر دارم. چخیل غزل ها چخیل عالم معنی های از همه چیزها بهره‌مند شوند و خوبتر میشد. البته امیدم ما کلان. ضمن صحبت از حیات شخصیش پرسان شدیم. اندکی توقف کرد و از روزگار شیرین گذشتهش با همسر دلبندش قصه کرد. بعداً معنی توقفش را دریافتیم. اکنون بیاید سخن را از پیوندان شما گفته باشیم، یعنی از آن نفران عزیزی که در احاطه شما بودند، در پهلوی شما بودند، در زندگی یک جای شما نقش و مقام داشتند. و البته استاد ما واقعا هم نمیخواستیم که امروز اندوه شما را تازه تر سازیم استاد، اما همچنین نمیتوانیم از گذشته زندگی شیرین شما که همجایه با همسر عزیزتان داشته بوده چیزی نگوییم و یادآور نشویم. خب روانشان شاد بود. البته فکر میکنیم و بارها شنیده بودیم که در موفقیت های ایجادی شما نقش ایشان خیلی بزرگ بود. همینطور البته گفتنی هم که اکنون بسیار دوست می داشتم. در حقیقت محبت حقیقی همیشه باشد در ما، چون که بایم در جوانیش در روزگاری تلخ با پدر و مادرش از پدر و مادر بر وقت جدا شده بود. این فرزند کلانه بود. اینها 8 نفر بودن. بعد اکنون نگم خوبتر بود برای شما بفهماندم. من همین را دوست داشتم و اکنون فاجعه نشده بوده و پدر و مادرش فاجعه قطعی. هم با این هم 16 ساله یا 15 ساله 16 ساله مانده بود. کلانی شک کنم. بعد خیلی تقدیر بود است. همین خیلی تکلیف کنم. این گفت که شرط من گفته اوکاهام بسیار گفت من تا اینهای تربیت نکنم نمیشه هیچ نباشد. بعد از من همین بعد از این پسر بود همین تا خانه‌دار کردن من از اینجا برآمده نمیتونم گفت. بعد من راضی شدم. اگه من خودم با حاضر قائل میشم هیچی نداشتم همجانده همه ساعتم معاش میگرفتم ده. من میپویم همین رو من گفتم من نگاه بیم میکنم لیکن همه با خاندان ما آمده میشنید گفت. من در شهر زندگی میکردیم همراه مادرم. خیلی راضی شدم. من آمده 5 سال همیشه توی کردیم همیشه زندگی کردیم. حتی همه برادرش خاندار کردیم. بعد ما خوجا رفتیم و همه از آن که محبتتان زیاد بود با شرط روزی شدید؟ ها البته موافق با شرایط. اکنون بعد صنعتکار خصوصا صنعتکاری که مشهور میشه در بین مردم
زن شدن بسیار کاری دشوار. بله. جدا دشوار. من میفهمم بسیار رشت میکرد. عذاب میکشید. لیکن دوست که میداشتن صبر میکردن. گرچه تو یاد زماغم نکنه بوی گل را به دماغم نکنه نبیایی و سراغم نکنه نروت یاد تو هیچ از یادم قدیشم شاد تو هیچ از یادم نبیایی و سراغم نکنه نروت یاد تو هیچ از یادم قدیشم شاد تو هیچ از یادم. امروز شما در سیمای انمیم 4 فرزندتان 4 شاه پسرتان البته سیمای اون کس رو میبینید و میگویند که تا اون دمی که رفتگان در خاطره ما هستند زنده اند. البته. و خب این لحظه میخواستیم در بابت فرزندانتان برای ما سخن گویید که امروز از 4 پسرتان 3 نفر با پیراهی شما رفتند. هنر شما یا کسب شما انتخاب کردند. راستیگه من دویم در سفر بودم. باور کنید اگر همه هفته 2 روز یا 3 روز در خانه میشدم یا نه. فقط در سفر. امروز در سمرقند، پگاه بخارا، فردا تاشکند یا فرغانه، همیشه یا دوشنبه، همیشه فقط یا گسترول ها و پلان تئاتر کردن در کار. گسترول بگردنی من بود. برای همین اساسا مادرم که یک فرزند کلام کرده بسیار دوست می داشت اینها نبیره های. حالی بسیاری ها میگن که برای تربیتتان رحمت به فرزندای میگن من هیچ تربیت دادگیم نیم من خودم محتاج تربیت اساسا همین مادرم تربیت کرده با مادرش البته در خانه میماندن. خدا را شکر فرزندا خوب راستیگه من از بس که من خودم در خانه نمی بودم دائم در سفر بودم نمیخواستم که اینها صنعتکار شود و همیشه کلانیش هشتم صنف تمام کرده با آموزشگاه موسیقی میرم گفت این چیکار میکنه گفتم نمیشه صنعتی من برای در بدر میگردم این نقص همه جای دیده میگردم خلاص تقدیرش بود از همین خواندن برفت بعد آموزشگاه تمام کرد ختم کرد بعد کنسرواتوار تاشکند رفت دویمش هم همیشه همین طور من شهرت سرود خانه سر کرد و دیرتر من نزدیک من نمیخوانده ایش و هیچ هم نواخته نمیدونه یا بار من هم دادگاه من همچون یک گوش کنم تو چه خیلی شده نه همین خیلی شرمه اینها حاضر به بد نه خدا شکر آداب باشو خلقشو یک چیزی خودم برای عاده به هر حال در جاده هنر روح و روش خودشان یافتن. بله خدا رو شکر نه و کلانی هم شفقت نوازنده نقش شد بله یکی از بهترین ها اکنون من همچون مخلص به هم میتیم ده همچون پدر همچون استادی سمن شهرت هم آوازی خوب دارد و هم نوازنده خوب تنبور خوب می نوازد هم آوازش پارم ناز سرودها را خوب میخواند من از هنرشون یعنی من راضی من از هنرشون سیمش اگه دوتار اسباب دوتار بخوام همه چیز داره هم میروزد و این کلاوش هم میروزد و همه خیلی یک تاش نخواست مجبور نکردم من سلامت باشید. هر کسی رو بهر کار ساختن میگویند هر نفری که شوق داشتن به راه صنعت رفتن پیروی پدر شدن. بله میگویند که میراث پدر خواهی کسب پدر آموز. فرزندان جورابک نبیف شوکت و شهرت و اولوغبک شاهراه صنعت را انتخاب کرده و امروز در انسمبل 6 مقام خانان ناحیه جبار رسولov فعالیت دارند. شهرت بیگ
راهبری این انسامبل را به عهده دارد و همگان در رشد این گنج شایگان سهم گذارند.
استاد ما البته امروز شما را پیش از همه به سرود و موسیقی تصور کردن نمیتوانیم، اما ما میخواستیم که امروز دایر به پهلوهای دیگری زندگی شما توجه نماییم. بجز از آن که امروز مثلا در سایه صنعت فعالیت دارید، سرود ایجاد میکنید، شاگردان را در همین راه تربیت میکنید، باز یگان شغل دوست داشته خودتان هست؟ من بسرم بغیر از سرود هیچی نمیگنجم. فقط سرود خانه شعر خانه را دوست میدارم خلاص. یعنی هستی خود را تنها به سرود بخشیده اید؟ بله. من نمیدونم، من در یگان دیگر هنر نسنجیدم، فقط همین سرود خانی دوست میدارم خلاص. سلامت باشید. خب همین 80 سال حیات فعالیت، برد و باخت ها، تلخی و شیرینی ها، آمد و ناآمد ها و باز چندین دیگر ها، اگر بعضا سری اندیشه نشینید از دیده و نادیده به چه خلاصه می آید؟ آیا در روزگار خود موفق بودید و عمری که عین حال در گذر است راضی هستید؟ البته همه حالت به شکر کردن در کار. اگر یکان سختی ها رو بیارد، البته صبر کردن در کار. خدا رو شکر اگر چقدر تا کدام درجه حافظ شده توانستم یا نتوانستم، من حالی هم بهای خدا من نمیدونم راستی کنم. اکنون از دهان مخلصان میشنوم کمتر من معقول بفکرم سرودخوانی من راستی بسیار اندیشه میکنم. همین در تئاتر کار میکردم، هم 20 سال 25 سال کار کردم. همین آواز من چه خیلی باشد، همین مردم به معقول باشد. من سرودخوانی خودم بها دادن خودتا نمیتونید ده ببینید که مردم به معقول با دوام دادن میگیرید. نظم بعد عمر ما همین حافظی که گذشت، حاضر هم من بسیار شکر میکنم، شکرانه درگاهش که من به سنی بسیار کلان رسیدم که من یکان وقت اینا میرسم که نیتم نکرده بودم، آرزوی هم نکرده بودم. من حتی تصورم نمیکردم که من 80 میدونم. لیکن البته به هر روزی که خدای تعالی به ما تحفه میکند شکر به عدد. البته من خرسند در پهلو من فرزنده. هر آغازی را انجام است میگویند. بله، دیدار ما و صحبت گرم و صمیمی با این مرد هنر به نهایت خود می رسید. زیرا وقت سخاوت از این بیش نداشت. دل نمی خواست این لحظه های فراموش ناپذیر به آخر برسند و سفر ما هم پایان پذیرد. همنشینی با استاد جوربیک نبیف برایمان جهان پر از معنی را باز نمود. پر حکمت است زندگی نامه او. گویا این مصرع ها را او ورد زبان داشت و پیوسته برایمان می گفت: هم صحبت ما باش که چون اشک سحرگه، روشندل و صاحب نظر و پاک ضمیریم. و در انجام صحبتمان باز با چند پرسش مختصر به او مراجعت نمودیم که پاسخش مشخص چنین بود: به اندیشه شما استاد زندگی چیست؟ به مردم و دیار خدمت کردم. از چی میترسید استاد؟ از خدا میترسم. آیا باره شده است که شما دروغ گفته باشید استاد؟ من اساسا دروغگو نه، دروغ نمیگویم، لیکن بعضی حالت ها بزنم دروغ گفته که. کدام از فرزندانتان را بیشتر دوست می‌دارید؟ همه‌ش دوست می‌دارم، من فرق نمی‌کنم.
تعریف و توصیف را میپسنده؟ نه. خوراک دوست داشتهتان کدام است؟ هر چی که پیش آید. خودتان هم خوراک پخته میتوانید؟ بله. آش خوب میپزم، خام شوربه میکنم، دیگر خوراک ها میپزم. کدام خصلت نجیب انسانی را دوست میدارید؟ صداقت، صمیمیت. و چه نفرت دارید استاد؟ با آنهایی که ناشکر هستند. در زندگی بار افسوس خورده اید؟ بله زیاد. اگر سراینده نمیشدید کدام کسب را انتخاب میکردید؟ هر چی که خدا میخواست همون میشد. خلاصه زندگی را در چی میبینید؟ در عاقبت کار. شروع این نفسی را که تو را هم نفسم کسی بعدی نفسی هیچ بدادت نرسم روزی بد رود که تابوتی مرا بردارم تا ابد طول کشد رشته عشقم زی پسم